دزده تو بانک داد زد هیچ کس حرکت نکنه، پول و پاله همه مال دولته، همه خوابیدن رو زمین. به این میگن شیوه تفکر. وقتی دزدا رسیدن به محلشون، جوانتره که تحصیلات عالی تجارت داشت به اون مسنتره که 6 کلاس سواد داشت گفت بیا پولا رو بشمریم. مسنتره گفت وقت میگیره، امشب رادیو تلویزیون اعلام میکنه. به این میگن تجربه. توی بانک هم وقتی دزدا رفتن، کارمنده به رئیسش گفت زنگ بزنم به پلیس خبر بدن. رئیس گفت صبر کن تا خودمون یه خدا ور داریم، بعد همراه اون رقم دزدی اعلام میکنیم. به این میگن با موج شنا کردن. وقتی تلویزیون رقم رو اعلام کرد، دزدا پول رو شمردن و دیدن خیلی فرق میکنه، ناراحت شدن که ما جونمون رو گذاشتیم 20 میلیون گیر اومد، ولی رئیسای بانک بی هیچ زحمتی 80 میلیون گیرشون اومد. به این میگن یک مجری برنامه استراتژیکی ناکس هیچی نفهم که همه پته حاجی روحانی و مقام عظما و همه کس و کار نظامو میریزه رو آب، روز روشن کارهای نظامو لو میده. دکتر من نمیخواستم به این روک و راستی که شما گفتین بگم. تو نظام این جناح به اون جناح میگه دوز، ثابت هم میکنه. اون جناح هم به این جناح میگه دوز، ثابت هم میکنه. رو هم که بذارین همه دوزن، ثابت هم شده. اما میخواستم بگم که حرفای حاجی روحانی تو یزد برای چی بود؟ دهنش از شیر سوخته به دوغ داره فوت میکنه. حرفش اینه کی داشت حسین منو به جرم دزدی میلیارد تومان انداختین تو قلفتونی، ولی دزد میلیارد دلاری رو کاریش نکردی. آره این داستان افشاگری که گفت هر جا برم میگم چی بود؟ تو گوله این جستا رو نخور که اخ اختلاس بده، پیپ پیپ دزدی خوب نیست. خودش هم دستش تو کار التزام قلبی و عملی به ولی فقید داره. از این اخ پیپ پیپا میکنه، ولی برای نظام جلتر از یه حرف هاست. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه میخواست گربه خونه رو گم و گور کنه، هر جا میبردش دور این طرف اون طرف ولش میکرد، گربه زودتر از خودش برمیگشت خونه. یه روز انداختش تو گونی، گفت میبرم بیرون شهر تو جاده‌های پیچ و واپیچ، میبرم یه جایی ولش میکنم که فلک هم نتونه مسیر رو پیدا کنه. شب شد، بچه ها زنگ زدن بهش که کجایی، نگران شدیم. گفت میدونین اون گربه لعنتی کجاست؟ گفتن آره همینجاست، برگشته خونه. گفت خب پس گوشی رو بدیم بهش ببینم چطوری اومد، من گم شدم. روشن شد یا بفرستمت با گونی بری دنبال بیابونی. دکتر حاجی روحانی گفته بود در عصر جاهلیت هم 4 ماه جنگ و تعطیل میکردن، ولی ما تو نظام یک روز هم نیست که جنگ نکنیم. اما خودش کا کنه باد داد. گفت این داستان 18 میلیارد گم شده رو یه مش بد اخلاق بی اخلاق فلان شده مطرح کردن. یادش رفته که اولین بار خود مقام عظما بود که اینو مطرح کرد. نه خیر، اون که یادش نرفته بود. ما آرزو میکردیم که یه عده تو نظام یادشون رفته باشه که اینم تو زحمتشو کشیدی یاد همه انداختی. اما این که روحانی حرفا رو میزنه خودش یه چیزیش میشه. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمدن یه توتی بیادبی بود، همیشه به صاحبش فحش میداد. صاحبش یه پارچه برای تنبیهش انداخت رو قفسش. یه 2 روز از توتیه هیچ صدایی در نیامد. صاحب نگران شد، گوشه پارچه رو زد کنار. توتی گفت دیدی خودت مرض داری، فلان شده. تو خب بقیه هم همینطورن، از این گیس کشیه که دست بر نمیدارن. اما چرا این همه جنگ و دعوا تو نظام بالا گرفته؟ چرا کسی حرفای مقام عظما رو گوش نمیکنه؟ یه موقع مقام عظما نصیحت میکرد به بشار و مالکی و شیخ حسن نصرالله و این بقیهشون، اینا هم غلف میکردن. اون وقتا اینا که گفتی حرف پول گوش میکردن، وگرنه نصیحت کشکی که خریدار نداره. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو فرودگاه یکی از پشت شیشه به یه هواپیمایی نگاه میکرد و سیگار میکشید. یارو رفت کنارش گفت چند سال سیگار میکشی؟ گفت 30 سال. یارو گفت میدونی پولی که تو این 30 سال خرج سیگار کردی اگه جمع کرده بودی میتونست اون هواپیما رو بخری؟ سیگار یه نگاهی بهش کرد، گفت اون هواپیمای شخصی خودمه. یارو گفت خب پس یه نخ بده با هم بکشیم. روشن شد یا بفرستم دنبال نخ سیگار. دکتر هفته قبل شما گفتین که بعضی توی نظام نظریه داروین رو که میگه انسان از نسل میمونه رو رد کردن، چون که با وجود خودشون ثابت کردن که بعضی هم از نسل خرن. زیاد داری علی لاریجانی هم زدی. آره
دیگه کی بند آب داده حالا که تو این حرفا میزنی؟ آقای دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نظام وقتی ذرات اورانیوم تو سایت ترقوزآباد پیدا کردن گفت اینا خودشون پرواز کردن اومدن اینجا. آره این بهروز کمالوندی تو مشنگ بازی سابکه، من قدیم میشناسمش، لنگه نداره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت مدرسه دنبال بچهش. طبقه اول دید یه تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان با استعداد، پرسیدی بچه ما اینجاست؟ گفتن نه داداش تو باید بری بالا. رفت طبقه دوم دید نوشتن محل نگهداری دانش آموزان متوسط، رفت پرسید اونجام نبود، گفتم برو بالا. رفت طبقه سوم دید نوشتن محل نگهداری دانش آموزان خنگ و کودن، هر چی گشت اونجام نبود. رفت طبقه چهارم دید نوشته محل نگهداری مراد قلی. ولی آقای دکتر درسته که مشنگ بازی در بود اما با بکار گرفتن باد از نظام دفاع جدی کرد. ما رو گرفتی اون باد بخوره تو سرش با اون دفاع کردنش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن مشنگی رفت سر جالیز یکی هندونه دزدی، گرفتنش گفتن اینجا چی کار میکنی؟ گفت والا من اینجا نبودم، تا تو جاده راه میرفتم باد زن منو پرت کردیم باد من اینجا. بعد گفتن که خب باشه این قبول، ولی وقتی مچتو گرفتیم که سر بوته هندونه داشتی هندونه میکندی. گفت نه من بوته رو گرفته بودم که خودمو نگه دارم باد منو دیگه پرت نکنه. گفتم پس این 5 تا هندونه که تو خورجینته چیه؟ گفت آها خوب شد گفتی، سوال خودم هم همینه. روشن شد یا بفرستم دنبال هندونه و خورجین و باد و کمالوندی. آقای دکتر پروازم دادین طرف مشنگ بعدی، این زنوری رو چه کارش کنید؟ مشنگ کجاست این بابا که صاف لو داده گفته کار من اینه که رئیس جمهور رو بکشم پایین. این اومد افه بیاد خودشو بکشه بالا بعد یکی دیگر کشید پایین این وسط. واقعا متن رئیس جمهور رو مقام عظما رو کشید پایین. واقعا سگ صاحب خودشون نمیشناسه، هر کی میرسه پاچه اون یکی رو میگیره. آره بعد دهنه بهش بزنیم رم نکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن یه گوریلی از باغ وحش فرار کرد، یکی زنگ زد گفت من این گوریل فراری رو بالای درخت دم خونم دیدم. مشنگه رو با یک سگ فرستادن سراغ گوریل. مشنگه به صاحبخونه گفت آقا تو بی تفنگو بگی من میرم بالا، طرح اینه من بالای درخت با گوریل درگیر میشم میندازمش پایین، سگه دیگه خودش برای در اینجا بعدو اینجای گوریل رو محکم میچسبه ول نمیکنه، همینجوری کشون میبرتش تا باغ وحش. طرف گفت با تفنگ برای چیه؟ توی طرحت که جای تفنگ نیست. مشنگه گفت برای اینکه اگه یهو گوریله من انداخت پایین تو سگه رو باش بزنی. آیا دکتر شما اینجا مقام عظما رو کردین سگ؟ نخیر این مقام عظما اینجا سگ نبود، تو کردیش سگ. مقام عظما حد اکثر گوریل بود. آقا اگه بگی گوریل بود که دیگه بدتر قربونت برم، گوریل فراری.